خب امروز اومدیم کافه بولوار پالادیوم برای صبحونه. یه انگلیسی سفارش دادیم، یه چایی که چاییشو با قوری میاره، پورشن انگلیسیش هم 3 تا تخم مرغ داره، نونش هم نون بربریه، چاییش هم هر وقت بخواین دوباره براتون شارژ میکنه. حالا اگه بخوایم راجع به کیفیتش بگیم، خب ظاهرش که خوبه، ولی یه مشکلی که داشت این بود که همه چی سرد بود، با اینکه خیلی هم شلوغ نبود. لوبیاش هم کیفیت خوبی نداشت، اونم کاملا سرد بود. سوسیس و بیکنش کیفیتش خوب بود، ولی نسبت به رستوران‌های دیگه که تو این سطح هستن مقدارش کم بود، معمولا 2 تا میذارن. کلا اگر بخوام نظر بدم معمولی بود و نسبت به رستوران‌های توی این سطح واقعا انتظارا رو برآورده نمی‌کرد.